مجموعه نهایی جام جهانی فوتبال میان فرانسه و خرواتیا مدت متوقف شد زیرا 3 نفر مربوط با گروه ضد کرملی پوسی رایات با لباس شبیه ملیسا به میدان قوازمایی داخل شدند. خادمان امنیتی ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو به زودی این 3 نفر را از میدان بیرون کردند. یکی از بازداشت شده ها به خبرگزاری ریترز اطلاع داده است که آنها در پایگاه پلیس لوژنیکی شهر مسکو نگهداری می شوند. سال 2012 3 عضو گروه پوسی رایات در یک کلیسا بر ضد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراض تشکیل نموده مدتی را در زندان سپری کردند. از آن زمان به این طرف پوسی رایات همچون رمز مخالفت با کرمل شناخته می شود. حادثه در آغاز قسم دوم بازی روی داد. 4 نفر از پس دروازه فرانسه به میدان داخل شدند. یکی از آنها به زودی دستگیر شد ولی 3 نفر دیگر تا نصف میدان فوتبال رسیدند. عضو گروه پوسی رایات اولگا کوراچووا به خبرگزاری ریترز توسط تلفن گفته است که او وارد میدان شده بود و حالا در بازداشت است. در شبکه اجتماعی فیسبوک پوسی رایات نوشته است که هدف ورود به میدان اثنای بازی فینالی جام جهانی جلب توجه به پایمالشوی حقوق انسان در روسیه بوده است. جام جهانی سال 2018 که در روسیه دایر شد 15 ایول با پیروزی فرانسه به انجام رسید. در بازی فینالی فرانسه خرواتیا را با حساب 4-2 شکست داد.